دوستان عزیزیم و اولین ویدیو همه گفتم اولین ویدیو همو چیز کنم دیگه چیز کنم باید بشناسیم. ببین من فقط ماینکرافت بازی نمیکنم ولی بیشتر ماینکرافت بازی میکنم. چرا زیاد ماینکرافت بازی میکنم؟ چون دوستش دارم. بقیه بازی هم میکنم چون من روحان پلیرم نه روحان ماینکرافت پلیر. حالا چند تا مثال بزنم. شاید هاگی واگی بازی کردیم، شاید خلاف بازی کردیم، هزار تا چیز دیگه هم احتمال داره بازی کنیم و هرچی شما تو کامنت ها بنویسید ما بازی میکنیم. بیشتر ویدیو ها ماینکرافتیه. خود اسلایم داشت. خب گفتم دیگه. آره دیگه من دوباره نگم دیگه. گفتم این ویدیو فقط آشنایی باشه چون با هم ندیدیم واسه. آره این صدا هم مشکل داره چون من تو گوشیم اینو خب بچه ما 1000 تا ویدیو میگیریم و الان فقط میبینید. شاید ببینید مثلا یه دونه ویدیو گذاشتم و این چیز میذار. نه اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست. و من ویدیو زیاد میذارم، نترسید. ویدیو زیاد میسازم. بد شد. خب آره یعنی من ویدیو زیاد بزنم، ویدیو ماینکرافتی، ویدیو هر بازی شما تو کامنت ها بنویسید من انجامش میدم. سعی میکنم انجام بدم دیگه. آره و چند تا چالش هم انجام میدیم بعض موقع تو ماینکرافت، بعض موقع. آره اینا رو گفتم که آره دیگه. نمیدونم واقعا برای چی گفتم. آخه ما میگید مثلا این چیه اصلا بازش چیه. گفتم ویدیو اولم همینجوری ویدیو نذارم سر برا. میگید اصلا ویدیو اول گذاشته اصلا کیه. آره دیگه یه ویدیو شناخت آوردم که بشناسید منو. فقط ویدیوش هم فکرم 3 دقیقه باشه کافی، ولی میخوام یه مجسمه کامل بسازم. آره تا اون موقع هم حرف بزنم باهاتون. ببین من تو بازی شاید خیلی چیز بکنم، اشتباه کنم، مثلا صدا زیاد بشه نتونید اون سریو ببینید و بعضی موقع مثلا اصلا حواسم نباشه، ضبط نکرده باشم، هزار تا چیز ممکنه اتفاق افتاده باشه. ولی آره دیگه ببخشید منو ببخشید دیگه. آره من نمیدونم قرار چی میخوام بگم. روزگاری اسکلتی بود. من مجسمه میسازم. یه پشم گرفتیم. مود خفنی زیاد نیست. من از این با این حال کردم. بمر خب خب بچه نمیدونم واقعا چی بگم. آها واسه طول ویدیو من خیلی کارا میکنم و شاید ضبطشون میکنم 100%، ولی ممکنه مشکلی پیش بیاد. همین مشکل پیش بیاد، اون اگه مشکل پیش بیاد من میگم بهتون توضیح میدم. آره بچه ما خیلی ویدیو داریم. بچه چند تا ویدیو داریم، مثل ویدیو حق، ویدیو چالشی که همینا رو بهتون گفتم ممکنه چالش بذاریم دیگه. ویدیو دیگه خیلی ویدیو دیگه 1000 تا ویدیو داریم ما. ویدیو پرش، ویدیو بیو، ویدیو دودو، همه چی ویدیو. هر ویدیو یه ذره اینجا رو چیز کن. اسکلتی هست برای برحال یه ذره پر مرحوم باشه. اینجا باشه اسکلتیه مثلا. نه اینجا شو لفت کنم. خب شاید حوصله سربر باشه این چیز بیزه ویدیوهایی که من میذارم، ولی آره دیگه
شما لایک کنید فقط. این ویدیو میتونید لایک نکنید چون زیاد توش کار نمی‌کنیم، ولی کامنت بذارید تو این ویدیو بازی ها رو بگید و توی ویدیوهای دیگه هم اگه کامنت بگید ویدیو بازی ها رو بگید من میذارم، ویدیوشو میگیرم همون بازی رو. ای بابا چه کندم آخه. ای بابا این وسطیه رو نباید هیچ وقت کند. وسطیه مهمه. این از این. واو. خب آره. خب مجسمه رو فعلا تموم نکردیم. یک گوسپنسیا داریم اینجا. گوسپنسیا فعلا باید گوسپنسیا اسپان شه تا اون چشاشو درست کنم. زشت شده آره میدونم، بذار چشاش بیاد. آها بمیر. خب بچه ما تو این ویدیو چیکار میکنم؟ تو این ویدیو فقط میخواستم توضیح بدم یه مجسمه دلم خواست گفتم بسازم دیگه. دلم اومده برای بچه هم دل نسازم. خب چی میشه مگه دل بسازم. خیلی زشت شد میدونم. زشترین مجسمه شدید. ببینید دیگه ترک همونه شاخه. ببین آره میگم من همه بازی رو میکنم، منظورم مثل بابلتان، مثل کالاف و هر بازی که شما بگید. و من اسمم روحان پلیر اینم گفتم دیگه. چی نگفتم؟ ولی دیگه چی گفتم؟ ما نگفتم بچه ما خب گفتم الان. بچه خداحافظ و دوستان عزیز لایک نکنید. اگه از این مجسمه بدتون اومده زشته دوبار روی صفحه بزنید تا لایک بشه. اونجاش کجاش بود؟ میدهش واقعا میده است. خب بچه خداحافظ و ویدیو بعد میبینم. ویدیو بعد آره دیگه ویدیو بعد بچه ماینکرافت بازی میکنیم. ماینکرافت آره ماینکرافت هاردکور. من تو کار هاردکور نیستم دیگه، اینا همه میدونن. وای یه بابا نشد. اوه بد میخواستم بزنم. میخوام این کالت که بچه ماچ همینجا وایسی. تو همینجا وایسا میگم وایسا. بچه دیدید رامم شد حتی. به گوش بخور. گوش نمیخوری برو بکشش. تو هم نمیکشی بمیر. خب بچه خداحافظ. تا ویدیو بعد میبینمتون. تو کامنت هم مطمئنم که مینویسید چه بازی کنم دیگه. آره بازی که شما بگید رو میکنم. بمیر. خب بچه ویدیو بعد خداحافظ.